در عرفه روز جمهوری قزاقستان که روز 24 اکتبر سال 2023 تجلیل شد، در قرارگاه ریاست این جمهوری اوکوردا یا قصر سفید در شهر استونه مراسم تقدیم اردن وحدت مردمی دایر شد. پرزیدنت قاسم جمال توقایف که رهبر اسامبله یا انجمن خلق قزاقستان نیز است، با این اردن معاونش در این انجمن اکبرجان اسماعیلوف را سرفراز گردانید. نشریه دلوار قزاقستان اکبرجان اسلاموف را شخصیت لیدر و ارباب جمعیتی برجسته نامیده نوشت. این جایزه به اسلاموف برای خدمت‌های برجسته‌اش در تحکیم وحدت ملی، تامین رضایت جامعه و وحدت ملی، همچنین برای فعالیت‌های نظارت جمعیتی و خیریه تقدیم شد. دلوار قزاقستان همچنین تاکید کرده است که سرفراز گردیدن اکبر اسماعیلوف با اردن وحدت مردم بیانگر اعتراف دستاوردهای برجسته و سهم بی‌بهای او در رشد همه‌جانبه قزاقستان است. اکبرجان یایخوجایویچ اسماعیلوف معاون رئیس انجمن خلق قزاقستان و همچنین رهبر مرکز ایتنوگرافی جمهوری تاجیکستان قزاقستان است. اکبرجان اسماعیلوف سال 1988 در قزاقستان در خانواده تاجیک‌ها به دنیا آمده است. او سال 2017 تا 2022 رهبر مرکز تاجیکستان استونه به نام استونه سامانیان بود و سال 2020 برابر تأسیسش رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان انتخاب شد. این مرکز حالا در گوشه‌های گوناگون قزاقستان 11 دفتر داشته تقریبا 100,000 تاجیک را که در قزاقستان کار و زندگی و یا تحصیل میکنند متحد میکند. اکبرجان اسماعیلوف همچنین رهبر چندین شرکت در ساحه ساختمان و کشاورزی بوده. سال 2022 معاون رئیس انجمن ژستره، یک اتحادیه رهبران جوان قزاقستان، و سال 2023 مشاور رئیس پالاتای اوتامکان در شهر الماتی است. ولی قله عظم بلند روی زندگی او البته انتخابش به مقام معاون پرزیدنت توقایف در انجمن خلقی قزاقستان در ماه اپریل سال 2023 بود. مقصد این انجمن پیشگیری از نزاع‌های بین ملت‌ها و حفظ وحدت مردمی این جمهوری است. دلوار قزاقستان می نویسد که این مقام دائمی در ساختار حکومت نقش اکبرجان اسماعیلوف در حیات سیاسی و جمعیتی قزاقستان را تاکید می کند. ماه آگوست سال 2023 در جریان سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به استونه، توقایف به او اکبرجان اسماعیلوف را همچون عضو کماند خود معرفی کرده و گفت در کماند من یک تاجیک است. گذشته از این او معاون من است.